در روی دنیا هیچ کس رنگ مسلمان نصیحتگر ندارد. پیغمبر نصیحتگر، صحابه های دربار او نصیحتگر، قرآن نصیحتگر، علما نصیحتگر. امروز بی اخلاق ترین در جامعه ما شما شدیم. در طبی کوچه میگوید قیب هم دیگر میکنیم. نسبت به علما حتی احترام ندارم. حالا که بجا به مردم عادی یک حکایه میگویند که هر انسان در روز قیامت با عملش مجازات داده میشد. مثال حکایه دنیایی است. در این قصه در صحیح بخاری و صحیح مسلم است که حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنند. میگه سه جوان یک سفر داشتند. ناگاه آمدن میگه به یک ناحیه رسیدن. شب شد و کم کم میگه شمشیر باران هم سر شد. گفتن که یک جا باید کشته و روز کنیم و از این باران نجات بیابیم. یک کلف یافتن. کلف هم میدونید چی هم؟ در کوه یک چطوری هم میگن کلف. مردمی بازی که ما همترین جا یافتن کلف. میگه سه کس پنهان شدن. شب بود، تاریک بود، باران میگه آیسته آیسته زیاد شد. در این هنگام باران که زیاد شدن گرفت دیگر اونها در برون میگه همه شتگی در منتظر بودن که کسب شب باران آیا آرام بگیرد و ادامه سفر کردن. که ناگاه میگه همون شورش باران یک سنگ عظیم میگه از بالای کوه ریجید و با همون آب آمد بالای کلف همین رو محکم کرد. اون سنگی که شاید چند تن وزن بود. دیگر این سه جوان هرچند زور زدن، داد گفتن، فریاد کردن و هر هنری که داشتن صرف کردن، اما هیچ از اونها دیگر عملی بجا نامد که سنگ دور کردن. چون سنگ چند تن به داخل بود. چنانچه که منظورتون معصیت دیگه که هر روز معصیت ها تان هستن. در روز قیامت منقدر میتونن که در پیش باید سر برداشتن میتونن. دیگه بسیار داد فریاد دارن، گریه کردن. خدا خوشلاق نیست که کسی صداشون رو بشنوه، راه گذر نیست کسی بشنوه. یک تشکر که برادرها امروز زمین است که فقط فضل الله بتونه ما را شما را از خلاص میاد. خلاص هیچ کس نه داد نه فریاد نه قدرت و توان این سنگ از بالای این کوه دور کنیم. بشینید گفتن که تو کسی که به خاطر خدا یک کار کرده باشد همون را به پروردگار خودش وسیله کند، انشاءالله اگر وسیله باشد خوب باشد شاید که خدا ما و شما را نجات بیاد. میگه یک تشکر زمان پروردگار اکنون دیگر زمان دلتنگی است. مرد علکه هویدا شده در چشمشون دیگر مرگ است. دیگر آب دیگرش جاری بود دست نرداشت بود. خدایا تو در همه مکان و در همه حالت بنده ای خود در نداشه میشنوی. خدای ما در ما داریم دلی امروز شکسته داریم مظلوم هستیم که پیغمبر میگه دعای مظلوم اجابت است. خدای ما مظلومان که در این مظلومی مشکلی اومدیم خدا چیزی رو به تو وسیله میکنم. تو خود میدانی که من پدر و مادر داشتم و اون امری که وقال ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. من به خاطر این امر اون پدر از اونها پرستش میکردم حتی به درجه بود که وقتی من شب دیگاهی گاوها را میجوشیدم اولین شیر به دهان پدر و مادرم میگفتم شکم اونها را سیر میکردم. بعد از آن به اهل عیال خود دیگر تناول میکردیم. باری باقی عشق دیگر من میگه برای ایسون به صحرا رفته بودم آمدم دیر شد تاریک شده بود. شیر گرفتم وقتی به بالای سری پدر و مادر پیرم آمدم که علیه خسته بودم. من کاسه شیر در دستم بالای سر اینها استفاده بودم منتظری که اونها بیدار شدن و اشتم درسته پدر و مادر را سیر کنم. میگه چند مدت ایستادم طولانی بود ساعتها 1 و 2 ساعت. طفلان درسته بودن گریه کنم میامدم در پاچه میزدم بابا خر حق پدر و مادر تمام قصه ما را به ما تمام درسته. من گفتم هرگز این عادت را نداشتم که هیچ از پدر مادر شما را سیر کنم تا اگر اینها را سیر میکنم قسم به الله و شما تناول نمیکنم. میگه تا صبح منتظری کردم که بیدار شدم شکمیش درسته اینها را سیر کردم. بعد به اطفال خود شیر دادم خدای امین به خاطر تو بود
به خاطر ریزایی تو اگر تقدر داشته باشه خدای این بلا رو از بالای ما دور کن. میگه یا کجاست شد سن اندکی میگه تکان یا یک سراغی شد که دیگه بیرون دیگه میشه، اما بازم آمدن محال بود. دویم شیش تو پروردگارا تو که از همه چی باخبر هستی، اگر ماهی در زیر دریا آه کشد از آهی دیمون باخبر هستی، اگر مورچه لنگ در شبیقار بالای سنگ، اگر ترم زند از شلفه پای او باخبر هستی. خدایا من در جوانی دختر عمک مرا دوست می داشتم، چون دختر صاحب جمال با اخلاق بود، اما من او را دوست می داشتم. چند بارها با او اظهار محبت کردم، او اهمیت نمی داد، چون دختری پاکدامن عفیفه بود. میگم بالاخره چنین شکلی او شوهر کرد. بعدی گذشت سالها میگه قحطی آمد، همین دختر عمک امروز به خانم آمد. بچه عمک تو سیله رحم من هستی، امروز بودکای من از گرسنگی دارن هلاک میشن، تو را خدا بای و بدولتت کرده است. یک مقدار از همون دارایی و فرزندای من بگی از گرسنگی رها یابند. میگه با مجرد اینجوری بشم کشتی اولا نیادم تو که من از کودکی آرزوی تو داشتم، امروز هم همون محبت در دل من هست. اگر تا همین کار حرام به من انجام ندهی من به فرزندای هیچ نمیشه. امروز هم بعضی ها دارنده ها شرط میمانند، شرط میگذارند از خدا بترسند. میگن اونا نارضا بود، از این کار خوشش نبود، اما به خاطر فریاد و گرسنگی کودک‌ها رضا شد. وقتی که در خانه تنها با او بودن شیشتیم، من نزدیکی میگه زانهای او شیشته بودم که نگاه کردم تمام اعضای دختر عمک میلرزید. چرا خودم میلرزید؟ جوانای کار خوششون می‌کرد. امروز در جامعه ما چنین شده که حتی زنهای شوهردار این کارها رو میکنن با فخر. خدا هدایت کنه، خدا هدایت کنه، خدا این زمره را از عالم کم کم داره ببره. یک جامعه در مادرهای به دنیا بیاید مثل سعدی و فردوسی و جامی و بخاری به دنیا فرزند بیارن، محنت میکنی و دیگه فرزند میگوید که غلط میکنن. چی بلای ده هم مادر شد یا طعام ناجا دادیم خلاص که خمدی حضرت. اگر از پدر نباشد از مادر خلاص رفت. بعد دیدم که بسیار ملازم گفتن چی که اتق الله از خدا بترس. این حق را تو نداری، این حق تو نیست. خدا این چطور تو حرام کرده است، الله تو حرام کرده است. ملائکه‌اش امروز ایستادن، ملائکه‌ها کسان در دست امروز قلم دارن، گناه تو رو می‌نویسن در روزی که تو را به این کار مجازات می‌کنن. از خدا کام میگه بنجر دیگه گفت من هم دیگه در دست مطالب شدم به خاطر خداخیز از دنیای همچه داشتن دارم هر وقت می‌تاشی بیاد بعد خدایا اگر این بر پیشی قدر باشد این بلا را سعی ما دور کن. میگه سنگ دیگه یک تابان دیگر خود با یک گوش خود برقرار بازم بر آمدن محال بود. سیوم میگه بازم زد که خدایا من در خانه مزدورهای بسیاری داشتن، داریم که ساختمان به یک کس شکتون یک کس کشتن یک کس بیکام نگز یک کس کار دیگر میکنن. خب میگه مزدورها کارا رو تیاب کردن، وقتی پولای همه سندادون یک کس بچی کاری بروتر رفته بود که مسینه دادن. اما بعد گذشت سال هم مرد آمد من در خانه دادم سلام داد گفت برادر مرا میشناسیشم نه؟ و من یک وقتا در خانه که کار میکردم همون آیلی که 100 سوم یا 150 سامانه بود ما گریفته بود. امروز بود بسیار حال زار همسرم دیوار است کودکان است که قریب از گرسنگی بمرن، همون 150 سامان ما میدادی تا که یک روزه خود لایم که فرزندان میشد ما مسئله نظام نشتیم به حق با میکردیم. این مرد من اشاره کرد و نگه رمه کلامی که در سعادت که چند من ما همه شکل بگیر شد اون بیچاره سرخم کرد و مسخره میکنه. امروز بایا و دولتداران به سوی همین کم نقل یقیمان مسخره میکنن. همه فارغ جیب یک کدایسر دارن اون جیب الله داده بود احسر میکنن.
خدا داده تو ندادی، تو نیافتی. خدا داده و تو امتحان بکنه پروردگار به عمل. در روز قیامت تو مجازات نمیبینی. ولی اون محتاجی، اون یتیمی که، اون مسکینی که، اون فقیری که این روز خودش به یک ناراحتی و بابا میبینه عصبا برمی بشه و اشتیاق میگریزد، فرما میفرست پیشم میگه که دست نمیگی میگه دیا خیار مسخره بازه کن. در اون دنیا هم بودن مسخره انشاءالله جواب میگیری. این خداوند است که عادل است. روز این جواب میگیری. من گفت که مسخره میکنم، نه مسخره نیست. تعریف کردم وقتی که من پولی همه رفیقای تو را دادم و پولی تو که در من داد رفت نگه یک گوسفندش گرفتم. او گوسفند در خانه من بره کرد. ایستادم با 2 3 قسم 4 قسم 5 قسم 10 قسم 20 قسم 30 قسم از همونها و من گرفتم. همش از تو است و نگه از فرسنده دیگر زمین را داشتم میکرد با عشق و با آب دیگر در حقی من دعا میکرد. خدایا اگر دعای قبول شده باشد، اگر خدایا این افعال من به خاطر رضای تو بود، اگر قدری داشته باشد این سنگ را از بالای ما دور کن. میگه سنگ دستوری از بالایش دور شید. جوانای عزیز امروز از گناه بالا را مقرر بزنین کردیم که فقط عشق و علامت میتواند کوه گناه های ما و شما را بشوید و دیگر چیز نیست. برای همین در این روزهای وحدت ملی برادر عزیز کوشش کنیم که بنده های خدا میکنیم. پیش از برات 3 سوال است. سوال را جواب میدیم انشاءالله ما دعا میکنیم. ساعت کیس برگرا کیس خود نه 5 میلیون نشه رو بدن نه علی شش ساعت خوب بیاره. یک برادر سوال کرده است که همین که مسائل را دیگه کردن در تلفن آیا قرآن را خریدن ثبت کردن و گوش کردن از او خواندن درست است یا نه؟ چون اگر یک بابای مرا جنجال کرد کسی که از تلفن قرآن میخواند و گوش میکند اگر مراد باشه پیش اومدن او از واقع نماز درست این نامحفوظ است. آیا بفهمید این روز زمان معاصر است. هم بچه در تلفنش قرآن میده نفع حافظی درست باشه، گپای لغو به هدایت درست باشه، کلام خدا را گوش کردنش در قرآن درست نباشه. واقعا باید عصر معاصر است که گپای زیادی چیز کرد. از علمی که خبر نداری چرا گپ میزنی؟ درست است خواندن ثواب است. اگر از ایمان بخونن ختم قرآن است. اما فقط یک چیز که ما در همون زنگ‌هایی که گلاب میکنم آیت‌های قرآن یا اذان نمونید. چون در حالت در دارد خونه است در یک اتوبوس است در یک جمعیت است همون بعضی‌ها را خوش نمی‌آید. آیت قرآن را صدای اذان تحقیر می‌کنید. همین یک بوداقای دیگه که چمونه کلام اون چیزی که شد می‌بید در خانه چی گوش کردن یا در یک جای دیگر اما بین جمعیت گوش نکنید و خود نمایی هم نکنید. خواندن سنت بامداد در خانه و خواندن تحیه مسجد ما بین سنت و فرق ولی اجازت نیست برای عزیز. در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه وقتی صبح دمید دیگر از دمیدن صبح تا برآمدن آفتاب هیچ گونه نماز نفل جایز نیست. حتی در خانه سنت اگر خواندی یعنی تاکید و فرمان پیغمبر از خانه ذکر کردن میای دیگر اومدی ذکر میکنی میشینی یا قرآن میخونی یا تسبیح میگی میشینی. اگر تحیه مسجد میخورد بر وقت نرک پیش از اینکه مسجد بخوان بس سنت بخوان آن اینطوری سریع برادران میخورد. یک برادر نماز جنازه سوال کرده است. در نماز جنازه ما آمده کرده که امام دو تکبیرش گفت است خوب نیت کنند مقرنت کنند از این تکبیر الله اکبر که امام گفت این الله اکبر بود. چهارم تکبیر که امام الله اکبر گفت بعد از چهارم سلام بده سلام نده دو بار دیگر گفت الله اکبر و سلام بده. درست میشه فهمیدین؟ همین خیر است. یک آدم با لباس بی‌نماز نماز خواند است و لباس بی‌نماز خواند است بعد فردایابش رسیده است یا خدای یا فردا که لباسی که دیگه من نماز پیشین یا عصر خواندم به نماز بود. حتی امام است. اگر امام باشد بدونه که همین کامل کلشن نزدیکاشن بگه ولی اگر این نماز جماعت جمعه کلام باشد اگر را خط میکنن طلبی مغفرت نفرش یادش میکنن اگر را از خدا بخشید. لیکن اگر خودش دافترخوان باشد یک سال از هم دیگر یا بسازید نمازش از حرکت قضایی میکنه. همین طرح تو وقت دعا میکنی در حق اکل قواری را بسکایی که همین
بسیار کندکاری‌های مسجد میکنه و فرزندش که هر روز دارد خانه‌های ما را تازه میکنه در حق علاوه به فرزنداش. و یک برادر دیگر برای رکشوی شکار هم گفته است به حق اینا خداوند پروردگارا و این چنین در حق بیماران و به فرزندان